تا برو پایین. برو پایین، سر رو یه ذره میتونی خم کنی. اگر نه همونجوری برو پایین کاملا رو زاویه 0 درجه. سرعت بچه، سرعت. این حرکت رو بهش میگن حرکتی که لیفت میکنید لیفت داخلی، یعنی شونه از زیر مو میاد، هر دو تا شونه و قیچی توی دستان جان با دست راست میکشی، میدی دست چپ برش. آها این درسته. پوزیشن ها رو بچه درست انجام بدید. فردا یه دین میگید آقا ما اینجا بودیم بعد چرا این داری اشتباه میزنیم. از زیر، شونه از زیر. آها ببین شونه رو با دو تا انگشت شست رو اشاره بگیرید از زیر. لیفتتون از زیر، لیفت از زیر. اینو تتو کنید رو بدن. خیلی این کار طرفدار داره ها. این الان 90 این میشه مثلا بزن اینجوری صاف. ببین الان قطری که تو گرفتی 2 برابر دسته، این تقسیم به 2 کن. این الان اصلا وسط هم نیست، شونه از زیر نصفش مال این هم تقسیم در 2 کن. اول اینو بزن، بعد این میره کنارش، اینو بیاره. دوباره این سکشن رو باز کنیم. نه زدی سمت راستو. خب چون من به تو کمک کردم. بله بزن همه راستو بزنن بعد ما توضیح بدم. زیرش هم تو این بچه ها میخواید لاین بگیرید این مو خب یا از این بر یه لاین کاملا صاف. میبینی خیلی راحت شونه رو میذاری راست یا چپ میکشی. اعتماد به نفس از دست بدی. تو پرزنت مشتری دچار مشکل میشی، بعد یه سال شاید حس بکنی که من نمیتونم مثل این خیلی موی خوبی بزنم. در صورتی این مشتری یک سری از مواردش تجربه است، یعنی اگر پیش من نیومده باشه، هیچ تجربه‌ای از کار من نداشته باشه، امکان داره تو بتونی با یه کار 80% هم اونو جذبش بکنی و به مرور زمان خودت رو تبدیل بکنی با تمرین به سطح. چجوری متوجه میشی که کیفیت کارت ضعیفه، خوبه یا سطحش بالاتره، پایینتره؟ مشتری تنها مرجعیه که به تو صادقانه امتیاز میده. بعد چه امتیازی؟ ایراد کارتو بهت میگه. یا مشتری تو موی منو زدی خیلی سفید کردی. من میشینم فکر میکنم چرا اینجوریه؟ اومدم از شیمر استفاده کردم، دفعه بعد با خطسن میزنم. اگر آرایشگر بغلی بخواد از تو ایراد بگیره 400 تا ایراد میزنه رو کاره، تو اینقدر اعتماد به نفس از دسترسی زده میشی. اصلا تنها مرجع مشتریه. میگه خیلی خوب زدی، اون دفعه که موهامو دادی سمت چپ با این قیچی زدی، موهام اینقدر خوشحالت شد تو یه پوینت گرفتی، میفهمی این قیچی روی این جنسمو جواب داده. مشتری بهت میگه اون دفعه که با این قیچی زدی موهام خوب نشد، دیگه نمیزنی، ابزارتو تغییر میدی. مشتری رو نشون میده با خط زنه که دور موهامو زدی خیلی موهام خوب شد، ولی سفیدیش خیلی اومده بالا. تو میفهمی نباید برای این های فیک بزنی. یه مشتری میگه سفیدی موهام توپل قدش کوتاه، میگه سفیدی موهام بردی بالا، موهام چقدر قشنگ شد. تو میفهمی که از این به بعد موهایی که آدمایی که توپل قدشون کوتاه های فیک بزنی رو اینا جوابه. آرایشگری اینجوری. این ولی کسی نمیاد تو آرایشگاه و آموزشگاه به شما بگه. دیگه دورش دیگه 2 سال بچرخه تا کار تجربی قوی بشه. ولی خب اکثر بچه‌هایی که خودتون میدونید چند تاتون از بچه‌های اومدید که قبلا 10 سال پیش پیشمون، تمام اینایی که تو آرایشگری موفقن به ما ربط دارن. یعنی نمیگن چون خودشون الان کار آموزشی انجام میدن. بری کارنامه‌اش در بیاری می‌بینی 5 سال پیش همین پوزیشنی که ما انجام میدیم و تو کارشون انجام میدن و موفق شدن. خدمات یعنی من یه جا کار می‌کردم همه میزدن 5 دقیقه‌ای. بعد من دیدم اونجا مثلا میرن قسمت 500 تا تک تومانی بود. من اومدم به جایی که مثلا
نور بزنم 5 دقیقه اکسسوری خفن خریدم، کارم کیفیتش از اینا ضعیف‌تر بود. رفتم ماشین 808 خریدم، کارم به جای 7 دقیقه کردم 15 دقیقه. مثال میگم، حالا یادم میاد 5 دقیقه رو کرده بودم 10. مشتری‌ها جذب شدن. یعنی کسی نمیگفت اینا اونو بهتر می‌ذارن، گفتن تو چه ابزارهای خوبی داری، تایم بیشتری می‌ذاری. و این تکنیک‌ها حتما تو کارتون باید انجام بشه. منظورم که تلپاتیتون باید قوی باشه. اگه یه آرایشگری باشی بری اونجا مشتری بیاد چیکار کنم؟ تموم شد. باشو برو. 500 تومان بده. این مشتری رو جذب نمی‌کنه. کارمون خیلی به روابطمون بستگی داره. من الان اکثر دوستام که حالا تو حوزه آموزش هستن بعد 2-3 سال جمع میکنن. وقتی میرم اونا رو مرور میکنم میبینم مثلا یه مجموعه رو میندازه ول میکنه به امان خدا، خودش هم کارش عالی بوده ولی اینقدر قرر و مغرور میشه دیگه میگه من برای چی باید برم وقت بذارم توضیح بدم. برای همین حتما توی آرایشگری این تلپاتی رو داشته باشید. من الان میگم آقا انرژی 100 هم میذارم، از توی این بچه‌ها 5 تاشون سالن دار بشن، من سالی 5 تا کارآموز معرفی میکنن به من دیگه. این خودش بهترین تبلیغ من. از شما بپرسن کجا بریم، میگه برو پیش آقا مشتاق برات وقت میذاره، کلاس میذاره، خودش توضیح میده. این پس میشه دلسوزوندن برای اون کارهای دیگه. هر چی بزنی خودت ضرر کردی، ابزار رو نخری خودت باختی. بگی آی من اینجوری، من اولین مغازم پایین همین ساختمون، رفتم ماشینمو فروختم، همه بهم گفتن آقا شما فکر نمی‌کنم همچین کاری تو سن 21 سالگی بری پرشیای تیونینگ شده صفر رو که ماشین تاپ اون موقع بود و فروختم، اومدم وسیله خریدم. سشوار ماشین ابزار و مثل بمبم ترکید. اولین سالن آموزشگاهی که ما این تیپی زدیم هنوزم کسی جرئت نکرد همچین هزینه‌ای بکنه. یعنی می‌بینید ته آموزشگاه مثل والد بغلی ما بهترین. پس وقتی هزینه می‌کنید جذب می‌کنید دیگه. نشونه‌اش هم خود شما هایی. می‌بینید قراره اینجا کار کنید، اسم انجام. اینا رو خیلی دقت